بسم الله الرحمن الرحیم. در پیاده‌روی کربلا به ظاهر برخوردیم که عکس پشت کولشون رو عکس شهید زیارتی گذاشتن. با ایشون صحبت کردن. از شهر قزوین هم هستن. ماجرا رو جویا شدیم. آقا جان میشه توضیح بدین ماجرا چیه؟ من یه 5-6 ماه پیش بود فکر کنم از آن صبح خواب دیدم که توی این مسیر خیلی پرپیچ و خم و خیلی آشفته بود خوابم. بعد داشتم میرفتم و خدای چرا گم دارم میشم. دیدم یه جوونی با همین چهره شهید زیارتی یه کاپشنت آمریکایی پوشیده از لباس جنگی و میشه همچین تعریشی گفت بیا بریم. راه که کجا بریم؟ من نمیتونم بیام. گفت بیا تو اینجا گم میشی. گفتم نه من خودم میرم. گفت نه تو نمیتونی بیا با من بریم. من نمیدونم تو کی هستی اصلا. خودت معرفی کن من تو رو بشناسم بعد بریم. گفت تو بیا اعتماد کن. آقا هر کاری کردیم نتیجه نمیاد تو خودت معرفی نکنی من نمیام. گفت بیا من محسن زیارتی ام. من محسن زیارتی ام تو همین حال الان از خواب پریدم. از خواب پریدم اصلا خدایا محسن زیارتی من تو عمرم همچین اسم کارو نشنیدم. همون لحظه سرچ کردم عکس شهید. عکس شهید اومد و برای اینکه یادم نره این اسم سریع چیزش کردم و سیو کردم و گفتم امسال اگه کربلا رفتم امسال اومدم فقط خودم همین آدرس چند پیدا کردم قبل شهیدم پیدا کردم به ایزارو بعد گفتم که فرصت نشد قبلش برم سر بردار شهید قول دارم به این دوستان بودم از کربلا برگشتم برم میگم من کارا رو کردم من رفتم آره دیگه هرچون اگه درست بود نمیدونستم الان شما دیگه همه چی عجیب غریبه و توی این همه آدم مثلا کسی بشناسه مثلا این شهیدو من نمیدونم. بعد نگاه کردن گفتن که آقا این شهید مثل تو آسمون دنبال کسایی که گرفتارن این گرفتارا رو دستشو میگیره. این داستان ما با این شهید هیچ آشنایی باش ندارم. هیچ وقتم تا حالا اسمش نشنیده بودم. هیچ وقتم ندیده بودم. بعد جالبش این بود که این همه شهید خب مثلا میتونست اسم سید علی حسینی بیاد. خب 50 تا ما سید علی حسینی داریم دیگه. ولی دیدم نه اینجوری نیست. یه دونه محسن زیارتی هم بیشتر ما نداریم توی شهدام. یه دونه محسن زیارتی. اونم قسمت ما